چطوره؟ امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. امروز با هم دیگه میخوام یه دلمه برگموی فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم، البته با کمک مامانم. تا آخرین ویدیو همراه من باشیم. بریم با هم دیگه مواد لازم رو بهتون بگم. لازم برای درست کردن دلمه برگمو اینجا من برنج دارم که از قبل گذاشتم دم کشیده آماده است. برنج لپه پخته شده، پیاز نگینی، گوشت چرخ کرده و مرزه کوهی، رب، زرشت، نعنا، ادویه‌ام که نمک، زردچوبه، فلفل قرمز، پودر سیر لازم داریم. شما میتونید از به جای گوشت چرخ کرده از سویام استفاده کنین که اونم خیلی خوشمزه میشه. الان برگامون رو میریزیم آب در حال جوش تا تغییر رنگ پیدا کنه، به زرد بشه رنگش. یه 10 دقیقه بمونه کافیه. خسته نباشین. یه دلمه خوشمزه درست میکنیم. اول پیازا رو گذاشتیم که سرخ بشه کاملا. پیازامون اینجا کاملا سبک شده. خب ما چی می‌ریزیم؟ گوشت چرخ کرده. گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم. گوشت چرخ کرده رو می‌ریزیم کاملا سرخ بشه. این سرخ شد چی رو می‌ریزیم دیگه؟ رب هم بهش اضافه میکنیم. خب الان چی رب رو می‌ریزیم؟ الان رب رو می‌ریزیم. رب هم قشنگ ریختیم کاملا سرخ بشه. فلفل قرمز اندازه کافی. فلفل سیاه، پودر سیر، نمک، زردچوبه به مقدار لازم. کاملا همه این مواد رو با هم دیگه تفت میدیم قشنگ ربمون هم سرخ بشه تا بوی خامیش گرفته بشه. قشنگ همه مراحل رب سرخ شد. برنج و لپه که از قبل پختیم آماده است، بهش اضافه میکنیم با ادویه، با مرزه و پونه های خشک اضافه. شما میتونید از سبزی تازه هم استفاده کنید. خب حالا برنجمون رو اضافه میکنیم، لپه، مقدار برنجمون هم باید از لپه‌مون بیشتر باشه. حالا مرزه کوهی که ما از شهرستان تهیه کردیم فوق‌العاده خوشبوه و نعنا، زرشکمون هم بهش اضافه میکنیم به مقدار. یه خورده از زرشکمون هم نگه میداریم واسه روی دلمه‌مون. چه خوش رنگ شده. قشنگ همش میزنیم تا همه مواد به خورد هم برن. دلمه‌های مامانم خیلی خوشمزه میشه. با این روش حتما امتحان کنی، عالی میشه. یعنی چه رنگی داره ببینید. الان مواد دلممون آماده است. زیرش رو خاموش میکنیم تا واسه پیچیدن آماده بشه. از دلممون، این هم از برگش. خب بریم واسه پیچیدن. ما بگو که چطوری بچینیم اینا رو، چون من خودم بلد نیستم. این برگری که گذاشتیم جوشیده باید یواش برداریم که پاره نشه برگرتون.
همین 2 تا بزرگ 2 تا برداری کافیه. آروم بپیش که بچه ها ببین. یه دونه از این ور، یه بغل از این ور. خب نشون بده دیگه آماده شد. بزن یه طوری میچینیمش داخل قابلمه. به همین صورت ادامه میدیم تا آخر. خب یه دونه از وسط، بعد میره از بغلاش جمعش میکنیم قشنگ. خیلی بچه ها مهمه این پیچیدنه که این دلمه‌هاتون باز نشه. ببینی چه خوشگل شد. ما نشون بده از کدوم ورش، از کدوم ور دلمه، پشتش یا روش مواد میریزی، اونم نشون بده. روشو میریزیم مواد 2 تا ور میداریم میذاریم بغل هم. خب به همین صورت مواد رو پر میکنین داخل برگا، اینطوری میپیچینش قشنگ محکم، اینطوری به هم دیگه بپیچین که دلمه‌هات موقع پخت باز نشه. همه رو به این شکل ادامه میدین تا زمانی که این برگا تمام بشه. میچینین داخل قابلمه. الان این دلمه‌هامون رو ما چیدیم، یه خورم زرش ریختیم داخلش. یه مقدارم آب میریزیم واسه پخت بهترش. خب یه جسم سنگینم میذاریم روش که دلمه‌مون باز نشه. درشو میذاریم با حرارت پایین، اجازه میدیم تا 1 ساعت این دلمه ما بپزه. آخرای پختم یه مقدار روغن میریزیم روش واسه خوش رنگ تر شدنشو. نم از دلمه ما. دوستای گلم، اینم از دلمه خوشمزه ما. امیدوارم که خوشت اومده باشه. حتما درست کنین و لذت ببری. ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.